بیا من خودم فرام اینجا خیره تا بکم خدا چی به تیخیل آدم همین احمد جان میمورد دیگه آدم رگرد من حولی قطی کارات شناس کنم وظیفات قطی انا این درخت خدا رحمتی مرده که من اینجا به شناندگی آبش نگاه کن فهمیدی؟ قاق شد آب ده آب بسیار شد قاق کن فهمیدی؟ بیا رگرد ای خدا همه شما به یاد دادن هیچی نمو رگرد اینا هر سحر آبش نگاه کن فهمیدی می؟ آب توی نگاه نمی کند رگرد انا منیژه جان شما نامتون منیژه خانه شما یا این احمد جانی من بزنی دویوم حساب میشه شما یک کمینش من زده پیش کردم برای چی پیش کردم میدونید می؟ برای چی؟ انا کاری گفتگی نکرده کاری گفتگی نکرد من که خوشتومن پکه یا جیوه یا میگود برای همیقه کاری گفتگی کن انا از همون طرف سر کرده رفته این طرف هم میبینی فهمیدی؟ هر سحر از 6 تا 6:20 فهمیدی؟ 6:21 که شد مردم گفتن گیر فهمیدی؟ هم تو منم منیجه جان شما شهری ها؟ شما احمد جان از شهر گرفت آمده هم تو مادر جان گفت کمتر کار یاد دید اینا اینجا بالا به تنور هست تنور هر روز چهارشنبه نان میبندی فهمیدی ها؟ و دفعه همون کلینا نان میبندی گفتم ارغمچین که نان بسته مونده است اونجا نان میبندی به معنی که نان میپزی فهمیدی انا این طرف من این طرف من گاو و مال با نگاه کن فهمیدی نگاه کن به معنی که برفته علفش دی مال احمد جان نغزو من گنده میو نه خاله جان شما هم نغز خاله جان نه ماما جان یا آچه جان گومه خدا به شکر من این سین مبارکی 76 برسیدم تو بارنش من 8 دیدگی فهمیدی دوره های شما بریم بودگی لبتا نگز این دوره های شما بریم بودگی ما کوه زده چپه میکریم شما باشید فقط همین اینو سانی بعد این خیل تلفنت خانه‌اش سوزد حالی هم درست تلفن امری آخه بچه‌تون زنگ میزنه خاله جان کی زنگ میزنه بچه‌تون کی احمد جان زنگ میزنه چی به من به زنگ نمیزند وای ای خدای راه به در آورده چی بلاده به فکر من بچی منه ایناش که این احمد جان آمد یا ماشین احمد جان نمیوی یه بار بین چی نه خاله میلیسای تینجی باشد گپ نزن با فهمیدی من خودم گپ میزنم دهانت مخم کن آماده است از طرفی خدا ما سلام علیکم تینجی باشد میو کجاش ما نازمی درست هستید سلامتی ملیسا شما بله مبارک شود سلامت باشه همین خونه اکی سعدی گجوده باشه خاله جان از کی سعدی بله بلندتر گوید یک کیف کنم ما خونه اکی سعدی همینجا زندگی میکرده اینا همینجا میروید اینجا منه من راست روید دروازه سعدی و این پیشونه تانقتی میزنید خب رحمت آهنین دروازه کلان خب رحمت خانه هاش هم بینید کابتان خب رحمت من گفته بودم که آفتاب با دامن پوشیده نمیشد یک روز این سعدی آنه زارش میبینم گفته بودم من این سعدی دوزده آخر قپیدم برای چی یک کس آمده است اینجا خیلی یک ده همینم یک کار گرفته میبرد این سعدی اکو فکر میکرد که حق مردم خورده میگردد اوی دولت در همچین سر میتید بعد یک کشاله کند که خودت به نبیایی انا همین روز خدا اگر خواهد این سعدی میبرن بعد از یک هفته 14 سالش میتین اما خیلی نگاه کرده میستد سعدی چند بار گفتم تو زنش نمیگویی انا این طرف 2 کیلو این طرف 2 کیلو این طرف 4.5 کیلو بخدا چی آخه چی نگو رنگی از آنی تو بیژوتری نیه و تیلای از آنی وای زنش اکو وای فکر میکند که ما زنها میسوزیم اینا برای همین توی برفتیم که همش آویزان کرده رفت است خود دیگه یگان کس ندارد منم تیلا دارم که ما هم نمی آویزم که خدا رحمتی پاچو دوره های پیش خیلی این گپای مانیمو سعدی اکو تمام آنه زارش میبیند خدا اگر خواهد من گفتم که میقپد اما در آغاز من گفتم این ای خود رفتنش چی نبود مالش تقا جان حتما بیای خونه توی ده بیای خب جان تقاش اوتا سلام بکو حتما میام مالش نغز خب ای وای من نمورم اوینا نقپیدن نبردن دو مردک اینجا خونه کیه؟ این خونه یک همسبقم دم تنه برور اینجا یک همسبق همراه خونده بودیم یه وقتی این خونهش نزدی بزرگ بوده اینجا که
Telefonum geçti. اون مردا که تلفنی ما بود این 2 روز باز ما از آن توی گذشتم. من kim kati dogovor basam man hayron olacağım. خوش اومدی رئیس بابا. سلام علیکم. خوش اومدی. خوش اومدی. هر چی از رئیسم خانم می اومدیم. خیر اکو یک نصیب. خیر الهی آمین. خیر آمین. شما خیر فایز و برکات شکر الله. ما همین بازار به خاطر ینگتون اومدیم. ای شنو شبتون ینگت من. اینا شما شناسین ینگت. سلامت باشه. خیر زنگم خیر چوی دام که خیس علی کارو چاو. خیر هیچ کار تشویش نکشید. ما یک شما خبر گیریم گفتیم اومدیم اینجا. یکم دوم سنگ. نه یکمش ما اجاره شده. سلامت باشه. از اون باید یکمش. ای باور کن رئیس جان. همه شما که هستین کو همین دلی ما پره کی باور کن همون وقتای دانشگاه و من از همین روی بردار میکردم مثال را الله خونی سین بود من یگون درس من نمی اومدم ده همین یک می اومدم روی بردار میکردم از بالا اینو میدادم من خیر امروز هم نه من خانه های اجاره با خدا رسام دستی خانزان ببین نه چی پرسم رئیس جان لبای نه چی پرسم ما کمتر وقتمون نیست و ینگه را گفت تشویش نکشم ما میخریزیم نه چوی میبره ینگه دولی چوی میبره چوی کبود گفته نه چوی کبود ینگه جان شما تشویش دادیم به خدا سلامت باشید یا چی پرسم رئیس جان منش اگر همین شما دو گاو داشته باشین چیکار میکنین سوال بین اکن خیر راستی گپ بی یگون خیر فکر بی یگون خیر وای همین دو گاوم باشه همین یک تا شخ خودت ای رحمان من هم همیشه آدمی چیده من با روی خاطر دارم ده من هر دم هم سبقی یک قص پرته بشتی مردم ای به خدا من از خاطرم جمله میکنم از خاطر ای رحمت قم صفحه ندارید هر این ها ندارم خیر نه لازم ندارم من شوخی کردم این خیلی ولی اینجوری من شوخی کردم باشه کاندی نموتو بیار خب اگر ماشین تشویش نتی ینگه شنید ینگه گذاری شین ینگه تشویش نتی رئیس بابا اگر شما دو ماشین داشته باشین چی دو ماشین داشته باشم یک تاش از آن خدا دو کجام متاسفانه من انده 4 تا دیدی از آن من گفتم که اما ای من جانم میتیم من همین زنک با چی گفتم امروز بازار بامده چی گفتم من گفتم بازار تو گذاره همه بازار رو تماشا کرده شب خانه رفیقی من با میرم من ای سلام رئیس بابا لبه اگر دو خانه داشته باشین چی گفتم که یک تاش از آن تو دیدی از آن من دوستی را زیر پا نمیکنم برادر امروز بکو خیلی 6 تا خانه اتش شهرستان اتش رامید اتش این دروازه و چی برای همین من گفتم که دورترک یعنی ای شهر دو تا باشد یک شهر خدا تا من دیدستم مسئله دیدستم شرایط دیدستم همونطوری نمیزنم ماشین بموندی اگر ده تلفن داشته باشد چی گفتن گپ زدن ینگت میگه که اگر دو تلفن داشته باشن چی ینگه بفهمم که چیزی بودگی را گپ نمیزدگی ده همون چونگی میخیزیم چرا زنک دادم تا 100 سومش بس اتفاق کنید بسیار میکنید من رفتم السلام علیکم دادا جان ای وعلیکم ناس خوب کرده خیستید بی شیر داده انا نگاه کن وای کارهای من گفته را کردی تو کردیم دادا جان وای باشگاه رو با پر کن فهمیدی تمام با این خیلی نامش چی گوش کن مکتب البته را من معلومات من همین با آورد تمام دادا جان ساعتی کنی ساعتی بیر دانوز بگی گپ زن دروازه را دادا جان یک 200 سوم میداده 200 سوم وای دشور جونی بچه دشور جون مایلش مایا ای رحمت دادا جان گوش کن اما کارهای گفتگی کن فهمیدی مایلش روی صفحه دادا جان نغز رفته بیایی دادا جان یه دختری داده سوکت مانده است یه دخترم بگردم این انا سوکه ها خندو تازه امروز دانشگاه میری البته دادا جان آدم یا 300 سومون میداده 300 سوم مایلی دختری داده مایلی مایلش خب 300 سوم من نرخ شما جانی داده من ایزی رحمت دادا جان مایلش دانشگاه خود من نقص کن دخترم دادا جان شما رفته سه رفته روی صفحه نه من رحمت دادا جان مادم یک 500 سومون تیه چی؟ 500 سومون تیه 500 سوم؟ آه یک گوش کن
همین تو چی گپ شدگی؟ آچت از سحر ما 100 سوم ده یعنی دادرت 200 سوم و خواهرت 300 سوم تو میبینی سری ما 500 میگی چی گپ خودش فهمانی ابر ما با دادا جون امروز زودروزی شما دادا جان همو پولا تی پسری دادا این خدا سرودخانه اتون دیگر چه جای کار برفته آمدید می کرونا از دادا جون یک چای گیره دادم کرونا بچه‌ی من کار میرم میبیاین یکمی شما نمیبیاین دادا جون یا سه شاونا بده بروسی گپ زیخ شدیم توقع ترسیدیم ما گفتیم وجود باشه شما بچیم شما کار با نو در آمدید نه کارخانه ها با همیشه قایده هست دیگر کارگر بیمار شدنی هست 3 نفر بیمار شد سروری کارگاه منو گفت که شما همچون سرمتخصصی همه بهترین باید که همینجا ایستید شب و روز ایستید گفت فهمیدی شب و روز من چی کنم وای سرور بر نه من از زوجان جنگ میکنم گپ زنم کالت کارفرما یه گپ زنی بینن 3 روز 4 روز نمیبیان و با گپ میزنن کرامت جان گوش کن همین 32 سال با زندگی داریم من کرامت جان بس کن همین رشک سری آدم میخورد کرامت جان بس کن بخشش ما کرامت نه ما سلامت ها دادا جون سلامت خیلی سلامت خوراک چی امروز خوراک گوش نیست این همیشه که خوراک میکنه سبزی هست از این نرخ سبزی رنگ نرخ گوشت اگر دنیا اگر گازeta نمیخوریم گازeta من نوشتگی گوشت عمر آدم کوتاه میکند ها مردم میخوای حتی روغن است روغن گوش کن همین روغن چی در کار چی در کار روغن همین خودش اپارت تلویزیون نگاه کن اینترنت ببین روسو همون کاورات همون چی همین خیلی میپرتن همون خودش میشه هر یک چیز بهونه در کار هر یک چیز بهونه در کار خدای آخی مردک شما در خونه باشه که چیز محصولات در خونه نیسته شما دونه گوش کن من تو همین خوراک تازه از سحر تا بگن همین خانه بشنمی من متخصصی بهترینی سال اعلان شدگی تو میدونی ببینم متخصصی همین کارخانه داری پیشامد کردی همون عکسی من میزنی رفته صورت همین کلان کر کارخانه و ماندگی که همین کس هست که کارخانه پیشرفته شده است گوش کن چی به آبی در خدرشنی اصلش با چه سروای کن خوراک چی کنی تو من چی میکنی اونجا رفته بیرون انگلیسی چی جانم در کجایی من در خانه پگاه گپ میزنیم یافتی وقتته بیایی دادا اومدم آره میخوای بچی دادا کارخانه تو بر مسخره بازی نی مردک لبای میگم همین روزهای آخر شما عقلتون نخوردگی با چیکار کردم آ تلفن من میگی حاجت خانه میره آ اینا تلفن شما خب بچه کی تیار امتحان با شما در آمدگیتون با 5.5 ساعت شد شما تیار استاد جان بخشش یک بار دیگه میخوام تیار میشن کی تیار بچه استاد جان من تیار بیایی جواب دید باور کنه استاد جان همین وقتی که امتحان میشه من همین خیلی گل میشکفم همین خیلی خرسند میشم باور که استاد جان اینا مرحمت کی بودید شما؟ من اسماعیلم بارک الله اسماعیلم میشود است همین خیلی تیار شده میشود است استاد جان ما همه وقت تیاریم باشه دفترچه امتحانتون کنی حاضر بیارید اینجا مرحمت بینی بود نه من بسیار خرسند شدم بسیار تیاریتان خوب زنده باشین بارک الله زنده باشین
خب حرکت کنید آینده با باز از اینم تیار شوید باز فهمو؟ فهمو من یک تا 5 میگذارم اسماعیلوف تیاریتون بینوید خوب ناس خب مرحمت اسماعیلوف تبریک شما رو امتحان سپردید رحمت سلامت باشید رحمت خب بچه‌ها کی باور کنید استاد جان رحمت چیکار کردید شما اسماعیلوف استاد جان من با ستی دیگه امتحان دارم خب بچه های عزیز ما امروز اولین روزی درس است من باید که هر یکی شما شناس شوم انا جای هاتون باید که انیخ کنیم فهمو خب دختری ناز شما فامیلیتون Davlatmamedova Manija. خب منیژه خان گوید که پدر شما در کجا کار میکنن Direktori zavod. منیژه جان اینجا بیا دخترم اینجا بیا اینجا شین دیرکتوری زواد گفتی ها شین نه شینم اینجا همینجا جایی تو فهمیدی خب نو فامیلیا Karimzoda Ruxshona. رخشانه خان بچه داداتان کجا با کار میکنن Direktori fabrika. او اینجا بیا آخی چی به قفاشتی این پیش بشین دختر جان پیش بشین Rahmat. سلامت باش خب شما فامیلیتون اسماعیلوف سعدی اسماعیلوف پدرتون کجا با کروپسیا خیز هر دو اون طرف بشین خیز اسماعیلوف بچه و اینجا بیاید شینید داخل اینجا شینید بچه جون کتاب ندارید من این کتاب بگیرید بچه جون این کتاب بکنید منش هینش هم گرفتمانید بعد سانی میخونید با منش بچه جون خب بچه ها ما درسم دوام میدیم نباشد اسماعیلوف میبخشید پدرتون در کروپسیا چی شده کار میکنن؟ نمیدونم دین قپیده بردن شد قپیده بردن تو برو تخته سینف برو تیز کن راه همون جای بشین قفا ترشین قپیده بردن شد گپا پورا زنی میمری چکل سینف رحیمو راست استید اینجا با سوال شما با کلمه جمله شما این با سوالی همه جواب دید من میدوم وای میدود آنها میدوند این در کدام زمانه بچه کنید زمان ابلو خیر زنک جان دنیا همین است اکنون تو باید قدر من باری مردک رسیدن در کن این خیلی مرده که بوزبالی خوش رویه نیفته نمیتونه همین کوی زنم کو تاکم نیست سلام علیکم سلام درست شینه از نه شما چو نه موجود اپا چی خیلی Sazi nazi خوبی. دادم بجونه جدنم خونه دارم همیشه دادم خیلی با حضور شده ما دادم ببینم خیلی بش کن زنک همین دادم کم تا سلفه کرده بیا خیلی او دو با ترچه تلخم کفیدی آکه اسفندی رو برده ایستم همسوی رو بچه مکه آدمیزاد همین وفات که کردی یک لحظه هم خانه خودت به نمیگنجیده میبرنده مردم آدمی نغز بود آدمی خوب بود مرده که نه از بنده که همسوی اگر همین لیفت کار میکرد من هم میفرمدم پیش مردم بیچاره کم تر میبردشت همین دادا جون با فکرم یک بچه و یک دختر داشتن رحمتی اکه اسفندیار نه فرزند نداشت نه 3 زن داشت فرزندش نیست بعد این 2 نفره که اینا پیش ده بلند گیره دورن بچه‌اش باشه بچه ندارد گفته میمرده که بچه ندارد ولی نه وقتش یخکه و تنها بود بیچاره این دوماداش باشه میگم بلند گیره دورن این مرد فرزند ندارد داماد کجا کی باشه این خیلی بلند گیره دورن دادن این 2 نفره یعنی این 2 نفره ایستاده نگاه کنه خیلی بلند گیره تو دورن اینها رو نشناختی؟ نه اکه اسفندیار رو از بانک کردیت گرفتگی بود اینها کارگروی بانک کردیتورو عزیزم راستی گپ همین شما رو در ایستگاه دیدم این حسن جمال شما با من عاشق شدم باور میکنید توبه کردم این دختره که خوش رو بی ای دیگه آدم نبوده امور بیوی اگر شما خواهید
من به شما از آسمان ستاره کنده میارم. منش کی میاره؟ وقتی که شب شود ستاره پیدا شود من البته به شما ستاره میارم. گرید. آکا تو اینجایی؟ یک مردک همونجا خورا خورد و همین حجتاش بیچاره مانده رفت. من همین قبور آمدم گفتم نیافتم باید اگر آمدم آنات گپ زنید که صبور جان نام یک مردک همین شما همین قدر کاف نیافت همین حجتای گیر گفته. برادر ایرا برای جوش نمونه چی با؟ این منیو های چی؟ شما پسره خریدن. نه تا فکس او برای کفتاوی بوم خریده کرد برای پروندن. فکس کردم بیاد نمیام. سعدی سعدی شوهرم چی؟ سعدی ما طفلی چنختمی این رفیق شده کارمی خیلی میان یک بار باله همین بام برو آمدن برای کفتر برایی تو آمده زنی من قطعی همینجا ایستادی ها؟ مخیم جا سعدی تو رفیقی های دوستی را میتونی تو خیانت کرده تو سعدی سعدی اینجا بزن اینجا بزن لازو کن بسرا سعدی من تو باور داشتم سعدی مردک اگر شما همه کدن گیره کو به رفیق میمونه. مرحبا کیه؟ السلام علیکم سروی قدم های دیلا انا افجا گرفته نمیتونم کی شما؟ من استاد رحیموف تاجدین تجربه آموز نه استاد. خب تجربه آموز؟ بله استاد. شما من پروفسور خورساندوف زاپیدین دورایویچ. برای شما من زاپی شد بس میخنده اینجا بیمارخانه است جایی که مردم اینجا میبینن شفا چی؟ شفا چی؟ میوبان نه میو تمام کنش تمام؟ خب مادامی که شما تجربه آموز باشه نامتون تاجدین اودینایوف. تاجدین خب تاجدین جان اکنون کار از چی سر میکنم برادر؟ الان همین 15 اتاق هستم اینجا همش به بیمار خواب تمام؟ بیمار برای ما چی؟ بیمار کسلی. نه بیمار برای ما نان. نان برای ما چی؟ معاش. نه غذا. حالا که نمیشه تجربه آموزی همین. یعنی که بزرگترین شخصیت کی؟ شما استاد. ایپاکرات. من اولادم. همین چیزا نمیسته خود تو میگی. منش روچکا نامه؟ روچکا داره. شما شوخ. خب اکنون این کار با کمتر شوخی میکنید کمتر جدی میشید فهمید؟ جدی من تا همین سال 42 سال چی؟ کار کرده شما؟ نه آموختم. اکنون شما چی باید کنید؟ آموزه. نه کار کنید فهمید؟ خب من حاضر یک نزدی سر دکتر میروم یک بیماری وزن نمودگی ممکن من شعبه ایهوی حیات برم فهمید؟ توش اینجا نترسید
ана инҷа таърихи беморӣ ки شما не беморо بیمارو аз он ман хонам бар худа медонам худо медонам ана ҳамина як бор шумо аз назар мегузаронед шунос мешавед баъд ман мебиём ба шумо чӣ نشان میدی не суол медиҳам سوال میدی шумо ба ман чӣ نشان میدی ҷавоб медиҳед сони ҳарду чӣ میشینیم صحبت не меравем хӯроки нисфирӯзӣ мехӯрем ана ҳонҷо гузаред шарм накунед шарм ана инҷа ба чӣ инҷа ба ана инҷа ба میشینیم ما не хоб мекунам инҷа шумо инҷа тарафиш не خب درآمدش خب در یان کس با یان کس نمیکشه من در شاخه کم علف در پیستون کم شد شد اپیکو روز معلش انا تجربه آموزیرم سر شد استاد چی گفتن؟ گفتن که تاریخ بیماری رو از نظر گذارم زیر یک تا به یک تا الله اکبر کنی ای میوزیر ای نقطه ام نقطه هذه استاد میپرسیم زیر ناز میشد کنی یا نقطه ژ ایچی باشه خیلی استاد بیا میپرسیم حاضر خ نقطه ام خ نقطه ام همه که خوندم و همه حرفا رو ندیده بودم چی باشن یا این نقطه ام مالش استاد آمده چیستی دو بیجا بکا بله رحمت استاد سبین از استاد تو جدینه لبه یا باغون رو نبیناش کمتر موتور ببز روزی سیب ببر تشکر استاد بسیار سیبین است اینجا اکو یک گپ است مردم خداشون میبیارن من مجبور میکنم این سیب نگاه کنید خب چی کار کردید شما؟ استاد بسیار چرا راستیگه بالدرین کاغذاتون کوفته یافتم خب چیکار کردید؟ ایدرون کاغذاتون نوشتم برای خودم ایدرونی تاریخی چی؟ بیماران بیماری چی؟ کسلی ها بیماران تجربه آموز جدی شد خلاصه استاد جان امی یک دو حرفا رو نفهمیدم یعنی سوال پیدا شد بله اکنون شما تجربه آموزا همین ده آمده میآموزید اگر شما سوالتون پیدا نمیشد من شما یک میراندم سوال خب گوش میکنم من اینجا نوشتم استاد جان همین یک چیز نفهمیدم استاد یعنی که بین تاریخی بیماری و همین شما سوالتون پیدا شد سوال پیدا شد استاد خب از اونی کی دیدید شما کنیم ببینم من ثابت فدیده ای ثابت فدیدم استاد بعد اینی غفار فدیده غفار و کریم زاده غفار فایسو گریدی مردگی غفار فا اینجا مردگی همین مردگی خب دیگه همینجا زنده سلامت خب یک دو کلمه همین چی رو نفهمیدم استاد جان حرفا یا کلمه حرف موندگی استاد من مثلا این نقطه ام یعنی که این حرفا رو شما چی نفهمیدم جدی گرید خودتون بخش تجربه جدی گرید نفهمیدم خلاصه بین تاریخی بیماران با چنین حرفا یعنی که وا خوردن شما نشناختید نشناختم استاد بارکالله این نقطه ام گفتگیش فامیلتون رحیموف توجدین اودینایویچ گوش کنید رحیموف توجدین جون اوکاجون شیرین دودرکان سلام علیکم این نقطه ام این انفارکت میاکارد انفارکت با بیمار نمیگویید که ما هم تو این نقطه ام میگوییم یعنی که همین دهچه ما با همین این نقطه ام تا خودی فراش میدوند که انفارکت میآکارد بارکالله خب رفتیم نباشد استاد جان ایشم فهمیم یا نقطه ژ ایش نفهمیدیم یا نقطه ژ باز همون آشنایی این نقطه ام برینده یازو ژلودکا ژلودکا یازو ژلود اكو اینا تو لابرانتوی میدونن
فراش علکی اینه چی؟ نمیدونم. میداند. میدونم. علکی میداند. خب فهمیدی؟ بله استاد. انا اونجا با آش تیار لا 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 لی چای خانم امروز گپی صندوق استاد جان بخشش یک سوال دیگه. همین آخرون بیماریش نفهمیدیم چیه. چی؟ همین را فهمونه استاد. همین خ نقطه م. همین چی بیمار باشه نفهمیدم استاد. خ نقطه ام. بله. تاجدین جان شما یک روز آمده بسیار چیزها رو میدونید که خواسته که فهمیدم. فهمم. خب من شما میفهمم. خ نقطه ام گفتگیش همین بیماری انا همین بیماره خدا میداند. کار با من روم از بخت بچه های من گشته بیا خوراک من پزم من نفهمیدم اصلش با این خونه با کیم خوجه کیم خوجه خوجایی؟ مایم خوجایی یگون گپ داری؟ همین نفهمم گفتم اوچه جان آب نوشید حقیقت قمی چی نمیگذره دادا جان شما دکتر فریاد کرده؟ او زنگ زدم گفتن که حوزی میبین یه قهرمان جان در تخت رو اومدن تیز کن دادا جان دکتر آمده دکتر سلام علیکم بی السلام علیکم. دکتر جان چی یک شد؟ خانم رفته بودم واسه پایانزال هم نشده بود گم شده بودم با خطیب دادم گفتم چی گپ شد خبر کردید؟ بله من شما رو خبر کردم زنگ زدم اویلم مزهش نیست کسل شده باز یک دقیقه اویلم مزهش بله کی باز مزهش نیست؟ دین سهر دین سهر باز کم تا استید باز سالشون چند؟ 1990 یک بار این تاخیر من کتی صحبت دارم چی گپ بزنید چی؟ همین راکیرای ماشین گرس قیمت شده میشه شفیار من همین جا میبرم من یک رفت فهمیدم ما شما رو پایان داریم رفت فهمیدم خب گوش نامتان چی؟ چمدان تو موزم رفت خب پایان دا نگاه میکنی روزش که سراغ های بسیار ده تابشان بود می بیمارا بله تابشون بلندی بچیدم پس میشم بلند میشم 38 گشته پایان میشه 41 میشه با پایین میشه 41 هم شد دیدن ما نه دکتر جان ما التماس خیافتگی سرشتان؟ نه بچه سرشتان؟ من راستی گفت امروز همین بیماری با من بسیار جوها سراغ ها برفتادم یاردم کردیم مردم یاردم کردیم اصلا همین لیستراتور چند رو بگرفتی دکتر جان لیستراتور چند کنی زنگ من مرده سایه اسم شریفشون؟ لطافت در خاطرم هست روزی گذشته یک لطافت مایان خیلی دعوت کرد بیمار بود بیچاره خدا رحمتی خب من در سنی نمید همین خونه؟ بله من خونه نه شما میستید داره شما میستید من اینجا باید که بیمار من بینم بینش خب کنی لبای دکتر جان یه تا کارد بیارید کارد؟ تستر کنید برادر کارد؟ خیلی حال شیعه بگید چخیله؟ کنی شما لبای یک تا اتیورکه بیارید اتیورکه؟ تستر کنید اکا جان کسالی چخیله؟ دکتر جان دینجی یگان آهن دارید آهن لام دارید لام یگان چی آهن یا بیا یه روسو تیز کنید من تیروفکا میشه کم تفریه
دادر همینجا شما همینجا دکتر جان و آهنی آوردگی تا نشد لام بیارید لام دکتر او شما کارچه گفتید کارچه آوردم هتیورکا گفتین هتیورکا ما آوردم شما همه قشه بگین که زنی مده چیشی دیگه من زنی توی از کجا دانم من ولی جامدانم هوی کرده نتوانسته ایستادیم ای خدایی نارمد داره السلام علیکم اکی دکتر جان نزده شما سوزین پس این پرده بذارید سر لباس کشید راستی گم من شما دیگه گفتنی بود فهمیدم شما کجا لپی بسیار نزنید من مانده شدگی سر لباس تو ندارید پس این پرده کشید من ببینم شما منو نفهمیدین رفیق دکتر شما منو نفهمیدید آخر من همین شب دیجورس و نوبتداری در احیای حیات بر یعنی مدرسه بودم میفهمی این سحر من باید که نمی آمدم من خانه میرفتم از سبب اونه که جای من می آمده که دکتر بیمار شد گوش فرستادید من شما من گوش فرستاد من فهمیدم میخواید شما برای همین من امروز با اومدم اینجا به جای کاری وای آدم بفهمید جای وای آدم به اومدم من این شب باز جراحی بودم 3 جراحی این 4 تا شد 4 جراحی فهمیدید اکنون شما رو فهمید من شما رو گفتم شما در سر لباستون کشید من میبینم سراسیمگی در کار نیست سلامتی در یک ماده اول است که جان توبه در همون چیز من میبینم شما منو فهمید اخی گوش کنید اینجا اتاق کاری کی از اون مامی و روید همون سر لباستون کشید گفتم که جان چون نمیفهمید و من مونده شدم میدونید خیلی مونده شدم من نوبتدار بودم که جان منم ربات نه مویم آدم فهمیدید 6 ساعت جراحی کردم دویومش اومد با 6 ساعتی دیگه جراحی کردم 2 روز پیش من جراحی به در اومدم فهمیدید امروز برو اومدم کمتر آرامش کنم اهل اویلم که یک بار گپ زدم گفتم که در اومدید رحمت شما درایید سر لباستون کشید دادر جان من خودم میبینم حاضر من یک نه نگفته ایستادم فهمیدید درو همینجا درو هم سر لباس کش آخه نمیفهمم وای مردم چرا نمیفهمد ما آخر ما هم آخر آدم هستیم من بیمار میشم من هم آخر از پس این کارها نمیفهمم تستر کشید من دستم می شما حاضر میبینم تا شما ای خدایی آخر شما رو من میگم که من جراحی در آمدم شما نمیفهمید و اینجا منم آخر آدم هستم آخر میبخشید اگر جای من می آمده که دکتر می اومد مثلا میگیم کاری ما آسان میشد اینجا شما آمدید یا خیلی واقعی دارید برای من آخر ما هم آدم شما هم آدم همه ما آدم من جای باید دکتر با آمده حاضر کار کرده شدم میبخشید من باید که با آویله هم روم من حاضر من کو گرده چی خب رفیق محمد آنها کجایتون درد میکند اکی دکتر ما کسال نیستم ما شافیاری کم است میگم یا ماشین کم رو آوردم کجا رو خالی کنم سادی جان این ناو یک پریکولیچه نشید چخیلی پریکولیچه اینمی زنکای صابیره کو یعنی صابیره خما همین کارگر نه اومد در همین دروکو اینم خیلی قلاقلا شده جان شده نمیدونم بدون که صابیر چی گو یعنی که کار کد رفت اکا صابیر همجا تره ای زنک برای رفتن بگی ولی با یک طوری موی سرم کو زور میشه اوه موی سر نداره کو او ما هم همون را گفتنی بودم آخیر یست من جان میگم همین روزای آخیر هم قشنه مونده سم میگم خونه برم یگون چی بخرم بیام عبید کنم ای بچه ولی ساعت 9 خیلی 9 ده که گشنگی دیا چی دو میمرم گشنگی دیا تو بشین ما میرم میام مایل خیلی برم ای هیچ که نبینه تبا خوشو برم
بچه چو کدی رنگ رو پریدگی خیریاتی قریب ریز میقبید ما انا بعد همین خیال کردم دینش باوردم شما کی آورده اینجا با من زوجم آوردم زوجتون ها شما کی رو آورده تراکتور میرونم تراکتوریست شما ها ما شما مادرتون تولد میکنن شما عجایب بودن بودید مادرم نه منم زوجم آوردم اینجا با تولد کردم نه حالا انتظار شده استادیم منم چکل مایده چوی بم از اونی من بچه ها من کم تر وایده سال زیخ من چرا برای چی زیخ شما فهمیدم یکم فرزند برای همین باشد پیش بزرگ نشوید سالی گذشته زنک تولد کرده بود 11 همش دختر های دنز نه چندین فالبینو طبیبا برفتم همین تاری و نامی با نشینید گفتم دوبای رفتم قنبا پسر شود گفته ده حالا این انتظار هستم اگر همین روزم دختر شود من نمیدونم خودم چیکار میکنم یا وای چیکار میکنم خودم اگر بنا با یک گفتم پسر شده ماند از آن شما همین یک پسر با دو دختر بارتر با چیکار شما مونه دیگه پوتونه خیلی نمیشه دکا توبه من برعکس این شما دختر گفتید می؟ این من همش پسر شده است این قندتون از دی شما به خداوند قد دادگی نیست دیگه همه چیز دادگی بود خدا باشه کنید شما چپانه شدگی السلام علیکم خواهر جان چی شد از اون ما اسماعیل کیه اسماعیل ما زنی ما تولد کرد ممکنه شما چیکار باشه خرسان نرده با فکرم زنشون تولد کرد با فکرم بچه داشت چی گپ شد دکتر جان اکا جان بخشش زیاد همدردی ما قبول کنید وقتی زنتون تولد کردن ده گذشت زنم گذشت این با فکرم عشق شادی کردم و یا نه عشق شادی این خیلی نمیشه باید نگاه کنید باری جامعش که تو پاک کرد چشمش یا فقیر آب شد نه یا تو فهمیم چی یه بید نمیریم چی بگوید چی بولی این کار بر رفتن نمیشه و گیریه هاش بسیار بدوایی میگه بلندی بدن این همین دختر چیه گفتو همین چی هم بیچاره دلشون آب کرده همین دختر بر اومده کیم چی گفته نه کاری نشده میگم دوگونیک تولد کرده باشه نه با فکرم خودشون تولد کرده گذارید چی شد؟ زیر نشوید تقدیر همین بدافع تبریک میکنم اکا جان شما را همین ممکنه اکا جان زیر نشوید بندگی همین به دست دنیا همین به دست دیگه چه میگیرید بخشش اکا جان زن شما صحت سلامته و آدم میگفتم کو باید گذشتگی و دیگه آدمه زن شما دوگانیک تولد کرد یگان چی سفیدی میتین ما نه اپا همین مرد گفتی مرد اینها به گاب آمده است که عشق و محبت خانهش سوزد بچم تو یک ماه فکر نکردی تو ها چند بار من تو نصیحت کنم دین بیگاه فهموندم سحری فهموندم من تو با یا خچ کنیم داده جان یک دوست داشتیم در لباف خبیدیم مخیر هدیه‌ای از دام بهشتی ما وطن شه کتابی سر نوشتی ما وطن دیشا جان ای گفته اوتاد نبرو اوتاد راست میگه هیچ کای عاشقی برو نگرفته که تو بگیری بچم آخه تو اول یک تو مثلا اگر کارهای خونه فکر کن یک صاحبی کسب شو آخه یا رایمون دیر شد کی یک زنان خبر گی که و رایمون دیر شد اولای رایمون فا کی بودد؟ مردگی ایدین آمده رفته است ابلاوای ابلاوا؟ یگان کس هست؟ ابلاوا
мардак о дилшод ку майлу о шумо куҷо гирехтесте ها چی؟ армия ба полковник дар кор нест? Я савул, что ж ты бросил коня, пристрелить не поднялась рука. Я савул. Салим ҷон. Салом алейкум. Наз ҳастед дода? Доктор ҷон наз. Дуруст ҳастед? Ба фикрам сменаро спурда рафтисодед, навбатдориро, а? бовар кун, на як корай, на як борай. Сар дар давлени баланд. Нагӯед. Ай бекориро на риш гирифтем, на буруд. Зиғ нашед. Ҳама ҷо ҳамин аёзи. Кор дуруст, кори соз нест озира. Доктор ҷон, лаббаш. тинҷи буд динишам яд гуфтан ки хона пажар шуд, яд дуди баланд хест. Адлени рафтистед? Адлени, бале. овай ман шӯъбаи худомо ба испандут кардам. бемор нест, рӯзи дароз ҳамин хел мешинам манам. ин мардум ҳамин як аз куҷо зарбулмасал бировардай корат на ба милиса, на ба балиса, на фурод гуфта, фаҳмидиси? Ин матали ҳамун кӯнай. ин матал ин чатал ми охир мебахшӣ. ин охир наход дар бораи касби мо ҳамин хел гӯӣ. бекор мешинем иҷа ҳамин хел. яса бойна ман нигоҳ кунед да. ҳамин чашмбаро месия як нафар ақли шӯъбаи ман ба ягон кас неста. нигоҳ шумо даромада бинед, ҳамин фақат кравати қолӣ. ман ҳайрон мешам. Что ж ты бросил коня, пристрелить. баъди ман худам фикр мекунам ки вай зан шу ҷанг доре, вай ишишам хазадесем, бема барам халос кунам. дест тазе ту мардаки гапи да беста мебахши апа ман бахд ва ӯ духтара гуфтам тара нагуфтам мана гуфти як кирта зардак бестак чӣ дурӯғ мегӣ оя ту кирти зардорӣ ваям дошто шӯқика доктор ҷон, очува намонде ма бирам халос кунам, уну зад киштакшие. ту чӣ хел одамӣ а? Чӣ хел одамӣ ту? ҳозир гуфтӣ ки кора маззаш не. ҳамин хел гуфтӣ? Гуфтам. Инака бира. Задагиша ту бигир ва афтидагиша ман мегирам травматология ба. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Salom. Nene kini yak xarbzor hudud bizana jon. Benim çapısı çansam. Barodar jon. Çandi xarbzor. Xarbzor çandi, ana mi xarbzor. Xarbuza? Chi? Xarbuza? Yo tarvuz. Ne xarbzor? Xarbuza. 60 somoni akam. 60 somoni bizana jon. Qiymat? Arzon meshad. Mesha. Gush kiring, 50 metyam. Chand? 50 metyam. 50 tet man dutta metyam. Moshni kuchaytirishim. isi barodar. Zanajon ina dehqoni asil. 40 somon metyam. Chil somon. Chanta megiret chilba? Childa 3 ta mesha. 4 ta gir. Moshni Roz ya dakika. Ya dakika iste barodar jon. Dodar jon, hozir mo tarbiza mekharim. Ina dehqoni asil. Dehqoni mo. Ma amin 30 somon metyam, 3 ta. Yak bora 6 ta ti. Hafta megir. Boshda hafta. Hozir. Barodar jon, ya dakika diga. Hami 20 somon metr 8 dona megirim. Tamam diga. 20 somon metr. Aka, medodagita test tartiya va soyba shomada istay. Apajon hami şumo var. Ne, dore maka bazı. Dore. İmasakam. Ya topti. Oz ne dore maka? Ne? Ne doştu başı ne var? Ne dore maka jon bazı. Xalanasın tamam bozi raftsay. Meduni şey. Ya bozi. Apa. Monton chi. Aka gam dode oxi aka. Shine bozi re tamasho dore maka. Zanat? من نفهمیدم. من تنیست باشو کنم یا ایارم. مردک تو درباره تنیس همه چی را میدونی. تو این ایارا تماشا کنو یاد بگی.
футболи зур жеса яд аки акаҷа тенниса тенниса о шур тамошо кун بچه‌ها قرا دارن؟ چی؟ او بچه‌ها چی به همه قرا دارن؟ برای که سعودی را سنگ زد. او سنگ زد سعودی را نرسید کو. برای همه قرا دارن. بخواب بچه بگردون اخی حالا کار میزنه بچه بخواب چی گپه اینجا اخی وای خودش اومد چی میافتون دی بیا وای خودش اومد بعد بچه داویدی زه پوچه کش مزش نی خودش بیا اخی همین خیلی کنن نکن اخی من برات یا بر آدم شده اخی وای اومد خودش زد مدام گم نزاوز طرفدار جریمه‌ای ضربه جریمه‌ای چرا زدی من کدو عبدالله جان روز پنجشنبه اوش فهمه دیر نکن این ضربه دوره شیت گفت ایترا کم ترکی دیگه هم یافجی دیگه کیف روسیا نمی ها چی تمام باننگی پوچوت بانی پوچ که تو میگذره ها عارفه کم ترکی این کم کیفتار نمی خنه چسبونه کم ترکی آنم اکو کجا شما مهمان اینجا با ما فهمیدم حالا ضربه میزنید خیلی من نمیدونم گل میشن میگم این بختتون یا بخت یا همین یا تخت گوش کنید موضوع تو به میمونم اینجا خب 100 سوم تلفنم پخت کنید 200 سوم میکروفون ضربه یک کرشگی کنی خوب شد مسیج ها گویا حرام بازی نکنم ما مهمان مکه خب مسیج ها خوب من اینا موندم سلامت باشه یا چیکار در فوتبال جریمه وقتی که ضربه جریمه میشد این سو نگاه میکنن میستن شما چی اونجا این خیلی استادیتون شما تمام سعودیا گلی که لیونل مسی میزنه تمام دنیا میبینه چی ما نبینه دادا سلام علیکم بچه دادا اومدم همین سمکه تا بر اوسمون همین سمکه اومده همینجا مدرا دا کروز سمکه ناز رفتی اومدی چند پولیش دست کارتوشکا ها کارتوشکا 5 سومون 6 سومون هر خلای من گفتم همون راوس 7 کن دوونیم سومونی این نمیتیان دوونیم سومونی همه چی اینا هم سایه گرفته اومد یکونیم سومونی کجا گرفته من داوریتون ده میدونی چیکار میکردم یک سومون میرفتم تمامی مغازه برداشته میومدم آخه شما یک سومون باید شما رو هم میشناسه به پول هم میتیه دادا جان گپ شناخته نداره اما وقت کامera ها نبود چه دکتر دندان رفتی؟ رفتم دادا جان من همین دکتر ده حیران دندانی در میکنم حامید افته در اومدی تو؟ در اومد افته من پسر فلانی میشم دیگه پیشگوزگیری رو بی زور خبر رفیقم وقتی همراه خدمت کردگی من حیران همین دکتر ده دندانی در میکردگی رو موند و ای پیش یک تا نواشه کان گرفت بچه جان کار از یک طرف با ترتیب میشود اگر میری نزد شنگی میکند آسته همین خیلی تا همون دندان بیمار رفته میرسه داخل بچه کار یک طرف گفته اکا من 2 بار چیزان داده سیکو افتفام وزن یکمش که خانه نکرد من برای سوزاندن همون خدا این رفتم عدیه ها یک دختری بزیبه که اینجا که آوردم کلینکم بها دیده سوختم رو هم گفتم فهمیدی تو همین سیاستی اوله دوری نمیفهمی تو با سوخته مرام گفتم یانگم نگاه که اکم کلونای چه این گپا را نزن نفهمه 11 سال یگان خیر رول نمیبوزد اینجا فهمیدی فهمیدم چه چخچه دورانی ها اکتم عموما گپ نمیزد دیدی چقدر گپ بدونم دیگه لا 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 میدونی چی جونم؟ چی؟ روسیگا اگه امروز یکم روزی زندگی خودمونه بسیار خرسان شدم مردک بوده وقتی که ترا گرفتم این زیبایی رو این حسن رو جمال رو لیکن با مقصدم رسیدم رحمت میگم و چه گفتم ده و میدونی چی منیجا جان روسیگا
як чира гуфтанем ака мо аллакай хонадор шудем дига байни мо ту ягон сир набоша ко махфӣ набоша якдигар фаҳмӣ боша бале якдигар фаҳмӣ боша ҳами гуфтам як чира гап занам та ҳавае мегум гап занам назанам гап зан охиматра гуфтум ки бар мо байни хӯ нагом сир набоша гап зан ана ма манижаҷон дута фарзанд дорам дута фарзанд дорам некем ҳар моҳ ҳавоёда алимин месупорам ҳамира ма гуфтам бо пешакӣ фаҳмонам та ки ба яке худат фаҳмидӣ хафа нашавӣ бо гуфтам ҳамира дилшодҷоне ӯ алиминсупорӣ ту дар зиндагии хумон ягон зарар надора марам ду фарзанд дорам ҳар моҳ аёташон алимин мегирам 2.15 акси неке маниҷон ирӯз неке сайри гашти зур карема аҷоибод салхини бода ҳаворе би мегум саъдӣ ҳамин дири ҳамҷа чиқри бад боша дири ҳамин дарё ҳамин чиқре ки ов ҷамъ меша агар чиқр набоша ов ҷамъ намеша манам хеле овора мебинем ку дилам ваҳм меёра обозӣ кардан наметавонам метарсам натарс маниҷон ту бояд бо обозиро битавонӣ ёд бигирӣ дар майдаки метавонистам ҳозир наметавонам дидӣ мардаки нёку моҳи хиби десай анака нёку манижа ма ҳамида ҳайрон як шахсе нигӯ ки дар дарни овая а як шахси дигаш нёку дар ҷои беоб партофтигай ин чӣ маъне дошта боша барои чӣ хеле боша биё бурем як пурсем ша рафтем мерем ассалому алайкум ассалому алайкум чӣ ту гапа намефаҳмӣ моҳие метарсони охир гуфтем як чӣ пурсем ака пурс чӣ гапа мо ҳамин дурги шуморо аҳамият додем ҳайрон шудем чида рости гап ҳамин дурги нигоҳ кардем як шахсом дар дарани об як ти дигаш дарани об берун дар ҷои беоб хушкӣ дар партофтагӣ ин чӣ маъне дошта боша фаҳмидан мехоҳӣ мире мехоҳам ки бифаҳмем маниҷа як 100 сумте мегум 100 сомон барои чӣ خودتون فهمیدم میخوای امیرا که برای چی در خشکی برای چی در اوه میفهمی هوا کا مرا 100 سو ای سادی ای بیس چیکار میکنی را فهمیده پولی که دایمت در خونه اگم چی میخریم خیر رفته نه مونت خونه رو منیجا ای بی یگون ای چی معنی داشته باشه مامتون چی شما یا منجا این مونت مردک سیره فهمد دی آخه دنیا با فهمیش میگن اینه ما اکا جون اینه 100 تومان اقونی هو بله انا نامی تو چیه؟ سعدی سعدی جان گوش کن جوری جانی مام کی باشی اینا یک شخص در ساحله ساحل خشکی ده نگاه کن او انا ایستاده انا ایش در داخل اوه ها اصلا تو باید که فهمی که برای چی باید در خشکی است بله خب گوش کن اینا می شخصی که در دریا پرتافتگی اوه ایستادگی دو روز میشد که یک دانه هم ماهی نگرفتیم فهمیدی؟ اینا خدا خیرت یاد دیده همین خشکی در پرتافتگی حاضر الله که حاضر من تو دا میگم از آن تو قطعی 600 سامان آورده گه مده زنک کپی دمیده نگاه کن اینا سبزک لبی جو یاره کی سبزک لبی جو تو تر نشمد سه برگه های لبی جو دیدی ادریس جو اینا بایی ای مردکی خوب برای چی من سر بدادم تو گاب زدی می؟ این گاب زد ای مردکی خوب برا آزاد نما ای بیا مانی ماهی بیا مان من باوری ندارم افسانه خواهشت را اجرا میکنم گویا که گویا همه افسانه وای 3 شرط ها؟ نه وای دوره ها گذشت حاضر یک تا یک شرط حالا تو که باشد من فرزندوی من زمستان آمده است همین ما میخواهیم که گاز ارزان شود من باوری ندارم ای بیا ما نمین پرابلم ها که اگه کارهای خودت گپ زن مرده که خوب کارکوی خودم کارکوی خودم اینه ماهی عجایب ماهی بوده دیگه حاضر ماهیده نگاه کریستان حاضر من میکنم یک گیلار چسب بی انا هوای زوجمه کمتر بزیر بکن هنی ها رفته بینیم چی؟ شانتیم رفتیم یا با بین
ای زنک جای دیگه که آه چقدر زور ماهی میخوره گپ نزن تمام این یک بار توی باید بیند ما بینم چو بینم یا با گوش خب که آخر از اینجا ماهی جان انا دیدی اکو سر کن آخی غزه چانسم کنم چی؟ من گفتم که حاضر ماشین بیاد میرویم گوته ایستادم من خیلی کنی همون ماشین رو نه اوکا اوکا جان تا همون اون طرف رو نمیم شین کامپر شین یا همین خودش گرفته میبری همین شد اوکا جان سلام علیکم کنی یک دو تیم کامپر همین بچه اکبر نامتون چی شما یا؟ دلشاد اکا همین دلشاد جان خوک گیرید زهر شود آمین زهر شود زهر حتی که باشتون شمال گذاشته است خیریت گرفتید من اوکا جان یک دقیقه سروسی من شوید اوکا جان همین یک راستی گپ همین کمتر ماشین رو هم اجازت میتیدن این چه اکا؟ این رول همین یک منم همین خیلی کرا رانده من ماشین مادر سفید زوق داره ممکنه ها؟ ممکنه با حاضر من ماشین نو گرفتم با خدا همین آدم خودش تصور میکنه است که از وای طرف همین خیلی اومدیم همین خیلی موتورسیکل با همین خیلی کرا اومدم نه کامپر دیدی؟ دردک جان دیدم دیدی کامپر؟ بهترین اگه این همین خیلی همین راستی گپ همین فقط فکر میکنم که این خیلی ماشین که طرف زدم کامپر لبی قندت بمورم جان شما یک کامپر میگه کامپر جان مایلا کامپر لبی قندت بمورم جان کامپر گفتم کامپر لبی قندت بمورم ای جان چشمکای تنگت بمورم ای جان تو گر به من یار شوی وای داده وای چک بکوه ببرم من جان اوزا تو نغزه که وای محلی من اینجا چوبکاران هست چوبکاران ما همونجا خانه دختر چه رفته استیم این رول همه بره خطون این همه رول قدیم بوده یک تا سیگنال تیم ای وقت مگی تفال طولمونه همین قضا شد ای وقت ای انا چی شفیارا مرا نگاه دارن؟ اما مرا نگاه دارن که اول فکر میکنه که این ماشین خیلی ماشین باشه دو ترول داره آدم دو تا زن دارن که همین فکر میکنم که همین یک با خودم ماشین نمیگیرم من خودم ماشین نکنه همین نازه که همین کامپر هم قطعی فقط پیاده گشتگی آدم همو باور کنید این همین تگی کلو 6000 نیست نمیره ما ایدور هم 18 کیلومتر از کنیم پسر چمو همین خیلی اومده ایستیم 18 کیلومتر پیاده خداوند قوت دادگی ایدم ابا نه چند فرزند داره تقا 16 تا 14 تا خاله میاش بتونه این آخرین زنی گرفتگیم ده من کنجگی بچه جان من همین گرفتم و این قزیق شدم گید چی بگفتن نمیپسه برای چی آخه باور کنید زنی همین از پیش همین سیوم زنم کسلی اسم بود چون مرا گابا نگیرید من ماشین خطی کنم کسلی اسم بود من همین پرسیدم که گوش کو لپای تو کسلی اسم داری گفتم همیرا ایره گفته ها یانگرا این گفت که من ساق و من سلامتم همین یه سومکه دارو ایوای زنک موندگی حیف شدن شما یعنی که اسم داره کسل لازم این لازم نیه دیگه همین چهارمش به فکرم همین خودش من گروچوب میکند اگه چند فرزند 16 تا ای 4 یانگا لیکن خوب شد که داشتید همین افتاب ده بیچاره کامپر کتشتگی بودیم گفت که همین ماشینم من کنین ماشین خطی رویم گفت ناس کرده کامپر دیدی بهترین شوهری تو ماشین قطعی بود بهترین من همین راه ده کم تاکسی میزنم اکا شما گپ که نشوید راه بینید کم تاکسی میزنم اکا تاکسی میزنی؟ همین ماشین مثال باید بعضی آدما رو میگیره 5 10 متر یعنی هم آدمو سیر پول ده خیلی خوبه نه شما این همین ایستگاه هست کو؟ همینجا میفهمی این ایستگاه کم تر گذارید همینجا خوب حاضر اما حالا گیاه میبینن حاضر حتی سیگلاته همینجا ایسته ما اکا همینجا اگر در کار شد تو هم خونه رو برم اکا سلامت باشید کامپر جان بله اینا اومدیم فرو من حاضر رول ما
لینگم دا میمونم لینگچه دا میمونم با لیمچه ده میمونه وای چنگ نگیره ده چنگ نگیره دوی موقتیم دا هست دوی موقتیم اینه دوی موقتیم الا خاک گیری زر شود استگی ماشین شما بزد الله اکبر رحمت رحمت دوکه جان کم نشوید کم نشوید رحمت تقا جان امو ربای پولی تاکسی رو نمیتی تویجه رو آوردم تو نه پسر جان شیرینه اون منم ماشین راندم کو چه ماشین راندم من شوفیور ما بودم که من های کردم تویجه رو ما آوردم شما رو همین نخواد که شفیور از شفیور پول گیرده ایت شوالی که من تو با چی گفتم؟ چی گفتی؟ همین رول ایبولای بام یافتم خطی ما برای گفتم چی گفتی؟ چی میگیرید چی میگیرید؟ انا وای شهر بام رفتن ما بی پول آمدن ما هم بی پول رفتیم تو عشوی همین شوهری دانات نمون رگه آوچه جان شته حاضر اسم معلومات درباره پخت سپاری گوش کنید با خدا قریب بود کریانی کار بین ها های این چی بایی؟ یا قربان خریدم ما اوچه جان داماد خریدم دستت گیر گردم دستت گیر گردم این چی بود از آب گردم؟ نه تلفن نوبرومه که من دیواری قیامت دارم اما تلفن میگویره این خیلی کی نه این خیلی چی نیستی؟ نه تلفن کنی نه سیمش کجا بکنی؟ وای سیم نداره خوچه جانی حاضره تلفنو این نباشه دو تو دا یه بخدا یا با قپیده مرام گفته بودم یا با قپم یه بخدا این چی به سیپسیه؟ این کجا رو میبینی این؟ وقتی زنگ زنم که بلاش گیرون میشه اوچه جان یه بخدا همین خیله مبارکت باشد بخدا خشلاق با همین خلکای نقپیده میمورم چی گفته بودم یه خیلی با قبیده ایستم یه بخدای عجایب چیز بود است خیلی اکو این خونه اینها دا آمدی اکو سرکت خم کن فهمیدی بس اکو وای دیگه همین عرب شوقتی ایسو نگرد همین خونه را سخت با اینا بقدره فهمیدی چی که گاب زند همین زنک دلش یاف فهمیدی خوشتومن تا دلش یاف کی زنک از افتش کم ترکک چی داین اینا فهمیدم من اوچه روانشناسای فهمیدی؟ اوچه جون به حد گنده های پستر گب زد ها بچهش نغز و مادرش گنده می نیت همین قربان جانه که دوست داشتی اینم اکو قبول کنم خیلی این بانوسای تو باید خوراک اینها چی میخورد هوای تو نگاه کن اوچه جون ایو همه چی هم میخورم نه همه چی هم میخورم لعنتی ها رنگی خودمو بده نه خونه میخونه بودم گوش کن نمک نپر تو اول بو نمک بلند کرو ایسو نگود بعدی 2 روز برده خانه با نماند توی فهمیدی انا همینجا با آوردگی تو همین اکو روزش هم بود شدگی مزهش نبری نه ایزنه که ای منو شنوه با قوت اوچه جون با خدا مرا نگاه کر خودی که وای طرف نگاه کرگی من چشماش هم خیلی وسمیالکه شدگی به فکرم هیچی این خوشتومانته اوچه جون مرا نگفتی یکم با نگفتی تو همین را گفت اوچه جان ناامید گوش کن خوراک آشا میدونی چی میپزم اول پیاز سرخ میکنم ایموری برینجا میپرتی سرخ میکنی اوچه هم خیلی نکنم که تگه خودش قفایش مومه روی کنم این خیلی است تو خیلی از اون یه دیگه خیل از اون یه خیلی اول پیاز سرخ میکنی میگیری بعد گوشت میدوزی بلند گپ زدم نشونه ودا همین خیلی میکنم یه آش نخورده این موریتونی به خدا اول برینج پرتو سرخ نکنی نه خیلی نمیکنم این موریتونی خمونم خیلی میخریم یا نه یهو گوش کن شوهرت چیه که خورد هوای پس فهمیدی هیچ کده کارت نباشد مردکش کجا بین حوزه سحر که برومده رفتم سحر باید بر وقت میبرم اینا همینجا خواب بوده همین خیلی اومد خدا خیر گفت یک قد پریدم بر خدا همین سحره توبه کم اقلا نمی سلفت می توبه کم خدای بخش شو چجا نه هیچ گم اساسش این که همون قربان جان سخت قب همین قربان جان سخت قب خدا خواهد نغز میشه فهمیدی این کجا به این خوشتومن من بالکن ده یک یاردم که برای دروغ باشدم پرس من تا خدمت نیست اوچه جون آخه میرم سر میکنم میگن نراش نه برای همون پیشش تا بیستم خدمت فوتبال رو تماشا کنم بازی بارسلونا بازی میکنه
خدا جان حاضر مریجا جان گفتم که رام نزدی خوشتامنت برام گفتم باید چی کنم شینید خدا جان شینید خوش آمدید خیر سلامت باشید همین خانه‌های ما در خدا جان رنگ خانه خودم نیست که نختونم رنگ خانه خودم ها مریجا جان رنگ خانه خودم بوده به خدایی مریجا جانت بولیش بیاره اکو خیلی بدم نیده خدا خانه تو من سخن زمین به نمیمونم مریجا جانم خیلی همم گابزن نصیحت دارم دختره من گفتم همین چیه که گابزن خدمت کن سر خم کن سرکش خمه همین پنجش هنر اینا همین خوراکای میپزد به خدا همین 100 هم نمیاد که خریده همین همه خوراک همش میپزد گیرید امیر دختری من به خدا اما راستی گپ من همه گپ فهموندم این با وزنین شده که زندگی خانه را میقپدین شما خاک خدا با شکر امروز هفتم روز میشه نه رحمت اکنون که دختر بود است میآید دادم همین خیلی خشینیت خدا جان شینیت شما حالی نصیب کردگی باشد چه روز دیگه تو دلتون بزدن میشینیم خیلی باشد نباشم خیلی راست میگن منم رفته خانه و در قفم آخر و خانه در هیچ کنی است آخر وای بوز قریب مردگی است آخر دادتا میگم خدا جان راستی همه بالکونتون مخکول شد بالکون میگم اینو میشه چی میگم بالکونچه بخدا همین روزا دا میبرم میشتم اونجا انا یاشیک میچیمه و پمیدور داشت کو ای بالای سر 3-4 کاسه میخوام بزدم نگاه میکنم میکوبا گیتو بگم یک دو تاش کارتوشکا گتیام فرو برام ای بخدایی نه محلات میخوام نمیشد محلات میذاری میخوام من میرم خش مو نباشم قانونی و اوچا و دختری از دادن گیره ما همو در سرخون شما تیار من چون خیس خدا نه با حضور شنیت مو چک خودتون کردن گیره با اباجو دو تنم 4 تنمون در سرخون شما با شما شیخ که گوچه خانش بسیار آدمی شیخ بود همون به من دختر شما دادم از با شما میری اكو نصیب کردگی باشه با کای میبیوید یا هفته دیگه روز چهارشنبه ساعت 10 همینجا میشم من مشروطه‌شو فهمیدم این دوشنبه ها هفته دیگه هفته دیگه خود نور دیده گوید نور دیده بچه‌ش سلام شما تیار شدن من تیار میشم منم یک کار دارم خیلی دو کاسه میبروید مالش سلامت باشید دیدی مورایی اكو چاینی که من چه گفته میرم خدا جان بید چی گفتید من میگم تینجای وای من همجا یک چی وای یاردم کنات مریجا جان یاردم نه اكو مدارش قدیش اشتباه حضور صحبت کردن رحمت فکرش شما میره ده ولی با کای میبیوید سلامت باشه سلامت هفته دیگه من با میبیام خدا سلامت باشه گلچهره جان سلامت باشه آدمی دل همون چاینی که گلاش پخته را من چه خیلی گفته میبرم این خونه گفتم که من میبرم این هفته اوچا جان حاضر شما و چوینی که میبره کو پگه دل جگری مرا میخرن که اوچت اومده بود چوینی که نگن که گرفتک بور یک کلمه نمیدونم خبر ندارم این زمانه به همه کلمه نست نمیدونم همون براسی که من وای گاب بگیرم تنی دستورخونی من بابا چاینی که مونو وای پاپوشوی من تیار کنم من میرم اكو دیگه من باور کن اخیر گفتیم که دهان به دهان اومدی به خدا من استه برام که با تا تمزیق میشد نه همون چاینی که حسابش یا چای اوچا ای اوچا دختری اوچا ها اوی شوی ما زن داشتایو چه خیلی گپ بوین چه خیلی گپ زن داشته چاوری تو زن داشته داماد زن داشته تو کنی زنش کنی جبینی برخطا نبینه آی مردق نشدم مور یگون یاشوش نبود که پیرش یافته است مادرش چه زن اینجا همین راستی گفت من راستی گفت همین هم صحبت کردیم صحبت کنم میرم نه بابا من یک چیز دیگه نفرت نشون اومدم آخر مالش خیر یه پولشنا آخه یه پولشنا دادم یه پولش میگیری های گو کجون های گو ما وقت ندارم شون سانگستان انا همینجا محلی مو کجون محلی نه همینجا راستی گپ همین خردسالی ما همینجا کلان شدیم کودک دوری کودکی همینجا دو گذشتگی اکا همین جویبارا و آف سر دادم خیلی بد لبا بست حاضر
اکی عبدالله جان السلام علیکم شما راست همین خیلی گذشته و رفته نتوانستم گوید السلام علیکم ناز هستید اکا جان درست هستید سلامتی ها ناز دم گرفتش دید می ها دیدم شما گذاشتید ها همین کس که گذشته حاضر یک دقیقه اکا جان همین نه بیرا کتی نه اکا جان نه خفه میشم اکا جان اکا جان یا دومو نمیتید دومو نردی ها روی نه یک روی مکن برای کار بس اشتهای صاف اکا جان رحمت اکا جان سلامت باشه اکا جان السلام علیکم تقو جان است کرونا زندگی فرزندو همه خوب میشد رحمت سعدی جان سازی رحمت میبینم که ای کارو مده استادی همین راه گذشته بودم یک دیدم که گفتم همین شما رو ای پیش سلام علیکم ناز کردی من همینجا یک کار داشتم رفته استم تینجی دیگه رحمت شما است یک دقیقه من گوش کن من وقت ندارم تقو جان یک دقیقه هایگو این همه خربزه را بگیریم برای ابرو گیره گوش کن این وقتش گذشته بیماری میبره برا این وقتش گذشته خودت بچه‌ات کتی خورا میره این نام خریدم من بزرگ سویجی آقا جان نبرو خطی فرزند همه خوب خالم یا همه میشد رحمت اون پیش تمون یک اونجا میپرسی من رحمت سعدی من سلام گیم بین خونه سلامت باش راه های کنه رحمت مالی ناز اکا بخشیش اکا جان چی بایستادیم؟ یک چی پرسم اکا جان اشما راستی گپ من یک چیز نفهمیدم اکا وقتی همین قشلاق در اومدیم همین در یکم دو روزه یک مردک شتگی بود اکا همونجا فر اومده خطیبه مهربونی کرده چرخت زده سلام کرده با راستی گپ همین آینه نگاه کردم یک خربزه را مای بگاج گرفته داده انا مهربونی کرده راستی گپ بالاتر رفتیم با یک مردک دیگه بود در یک چرخونه لگی همشان وای هم قشلوقی همه تو که یک قشلوقی وای قطعی شروع سلام نکرده روسی که همین خربزه داد خربزه رو به یک ازو گرفته همین رو نفهمیدم که با فکرم قطعی وایش شروع سوز نیسته چی اوکا جانی کنچکوی من گوش کن لبای این همون یک کم جدا من توی مند کم بیست گفتم فر آمدم چرخت زده سلام کم کو سلام کرده کلونی توقی سفید بود این اوای خدای من میشد من وایده دختر دودگیم فهمیدی اره ایش ده اره وکش ده من دخترش کلین کرگیم اینا فرقیتاشو فهمیدن در کن هایگو مردک جان مردک اینا هیچ جای نمیفهمند مردک جان اوی مردک اوی فرزندم و دلشاد جان آمد از کار جیغ زدم گفتی شما برین خیر من منیجه جان آمد دخترم و چی گپ داشتید شما مردک دلشاد جان آمد تو بکرم مازشان لیلو دختره گفتی گفتم باز میبویم دلشاد جان مردک جان خودتون دارید مردک جان به شما حیات نیست دلشاد جان گپ زد کتی آتن لبای دادا جان گو آمدم دادا جان همی جایم تینجی های همو کی ای کو؟ کی؟ زفره او همو خشلاق پایانگی زفر کور زفر کور همو $500 ایمه خرزوره او گپ پولان دلی آخر گپ داریم اساسش سلامتی شما منیجه کنی دخترم و همینجا منیجه جان آتا جان ما همینجا دایم منیجه جان همو گلبهاری دوزنده کو از من $700 خرج داره زیر نشوه اوتا جان ما میگریم شما سلامتی تو احتیاط کنه ما در سلامتی شما در کاره سلامتی تو نگاه کنه گوش کنید همه تان لبای آخران گپی من همه قربانی کامری چیه کو؟ قربانی کامرش ها یوانی ما همو $5,500 قرض دارم فرزندانم پدرتان گذاشتم
گذشته مرحمت السلام علیکم. مرحمت آخه من میترسم گفتم که من میترسم. خواهرم میبخشید همین فرزندتون بیرون بمونه. بخشش دکتر این فرزند مثل شوهر من. شوهرتون؟ سلام علیکم اکا. میبخشید من دیگه خیلی چیکار کنم. سلام علیکم یک بار دیگه. السلام علیکم. خب گوش میکنم. پیشتون اومدم. گوش میکنم شما. گوش کنید دکتر. لابه. من شکایت دارم. من فهمیدم شکایت دارید. از همون نزدیک در شلاگباو ماشینتون رو نموند. نه اکا. نباشد همین لیفتی گپی سخت زد باز. نه اکا. حاجت خانه محکم. نه اکا. یا اینکه مردانش زنانه شده که زنانه مردانه شده. همین خیلی شد. نه اکا جان. ایری اوزی. از اوزی؟ همین اتاق کاری صابی رو؟ همین اتاق نمیاد. چی گپ شد اپا جون؟ گاز زنم. شما گپ زنید مانید نباشد؟ نه. گوش کنید دکتر. برای چی بیمار پیشش میدروید؟ دستش همه موندگی تلویزیون تماشا میکنه. فوتبال وقتی فوتبال تماشا کنی وقتی که بیمار پیش وای میدروید. آرام شوید. خواهر جان گوش کنید. اگر وای تلویزیون تماشا نکند شما صحت نمیشوید. اوزی وای نامش اوزی. بابا یک گپ تمام گپتون؟ یک کلام شد همه خیلی دعویش من رفتم من شکایت میکنم. رفتیم؟ آره همونطور شکایت میکنم. ای خواهر جان گوش کنید. Tata, защита kunid oxi? Zada. اوتات کساله ده همی وقت میخیزی هم خیلی کار میکنی تو. آخی اوچه من مسابقه دارم. مسابقه داری بدم اوتات تو گروشه میزنی. برات او خونه بازی کن. تست کن. برات از او خونه. دلشاد. دلشاد. ما باوشا. دلشاد جون بچه میاد دکتر فایراد نکردی اوتات تبی داولنش بلنده. اولا پس نشیده. اونم پس نشیده. چه خیلی اوتا؟ فایراد که بچه میاد. فایراد نکردی یا دکتر بچه هم. دکتر تلفن کردم. دکتر رو باندن اونجا. یکم تاش میگه که اومدن نمیتونیم رفتم دورتره چیکار کنم نمیدونم. آخه دکتر که راهش بعد او همسایه را فایراد کو خیلی همسایه خونه در بده ولی فایراد دکتر ای اخی اخی جمالدین فایراد کو او جمالدین دکتر حیوانه بویتو فرقش چی اخی هر دش یگا که فایراد کامرا همه فایراد کو برا بچه‌م همین شکلی ها برا بچه چی تو برا بچه‌م فرقش چی میفهمم کو فرقش چی اخی اینا مردا کوزی فایراد میکنه کما که دیگه توقت که زمان جون دلشاد را ها رفت از میاره دخترا آب بیار آب بیار کوزی مردا کوزی آب میاره تست کن اکا بیا ما شما بیار تینجی او تمام ازش نیست اکا اکی ریاستی همین تاسب تماما نمیفروید دور شده اکا یه خدا نگذاره همین که دکترها را زنگ میزنیم نمیان اخی میگن کمتر کار داریم راه دور گفته خیلی یه بار بازی خدا میبینی من میزنم یه بار میبینم اما اوتام защита نکردم شما защита کنه این دودر کنجگی کمتر ارکچوب دا ارکچوب بسیار میشه قند تازم اکم بجوه منم جشتی درست هست این کسر شما میخیر باید نه شما در بالای پوچه دادم شده اوزی ما نفهمیدیم همه پوچه بوده کشه خدا بانده شفاتی همین شفاتی اکی غیوز دین چی گب شد تینجی؟ یا درست شد که همه دلم غم داده سر ای خونی دل سوزد بخدا دل بوده سا؟ بله دل شد جان کشتان در کن ای من خیلی خودم برفتیم بخشش دلتون ها دلتون بله ها که باز؟ درست شد دکتر خیلی اینه راه شفاش هست همسایه هست همین رو میگفتن دکتر جان اکنون چی گویم از همین خانه شما تا مرکز شهر کجاش گویم من همین سیرک هست کو سیرک از همین خانه شما تا همون جای چند کیلومتره یا 55 کیلومتر هست
50 تا گویدم 50 تا انا هوا به پگو سری میخیزه همین پیاده میره تا بسیرکا بعد پیاده میبیوید بعد این اسمیرسی با یک پیاده میروید با یک پیاده میبیوید خدا اگر خواهد دل شما ساعت باید کار میکند دکتر جان خدا خواهد ناز بشید یکم واریانت یا آسانش نیست این راه دور درازی بعد خیلی دویم راهش هست اگر دویم راهش نشودم بعد سیوم راه مثلا گیریم میکشیم خیلی قصابخانه شهر دمیتیم نرخ نفت دمیرود ای من همه کاری خودم برفتم این وای ده آدمی زود وای میشد کن دویم راهش هست دویم راهش من دو بچه‌م یک راه همون چای خبر که چای باشد ها چای خبر بزن دیشو جان همه چای کبوت قطی سیا آلدراش کرده بیو خوب همین یا کافه یعنی که افتیستان داده اما سیگار اینجا گپ هست منا خیلی زوجتون خالی نامش چی محبوب خانم آدمی نقص انا چند سال شد زندگیتون به هر دوتون 31 سال 31 سال انا این حلالتون بود انا وای ناو رنگی همین دو گل اگر یک جا شود توی او تماشا شود خاطرتون به میبیارید فهمیدید می ناو شناسایی فهمیدید انا ناو خانه بخت به میدارید کو عشق و محبت علاف چه بود خودتون فهمیدید ایده فهمیدید انا هوای یک روز به یک 4-5 مراتبه تکرار میکنید این چیزا خدا اگر خواهد دلتون ساعت الکترونی با این بی آواز کار میکند باور کنید یک روز ده 5 مراتبه همطور اگر علاجش باشد 6-7 مراتبه است دلشاد جان پدرت خبر گیر دلشاد جان دکتر جان لبای ایر پیش سیگ میرم میام وای آسان تره اینیه کای خدا رحمتش کند ای گوش کن وای همون ماشینی وای مرسدس چیکار کردین فروختین نفروختین دیدی من گفتم که میفروشین بعد همون از نوگی همون سودا آورده اینجا با تو نخند من بخندیدم ممکن تو نخند تو خندی منم مسخره کرسادگی باید خب خیر من اینجا کلینت ها بسیارن برای همین بدتر زنگ میزنیم بدتر زنگ میزنیم خب نوبت کی دارید سلام السلام علیکم ممکنه برای چی بیایه السلام علیکم السلام علیکم علیکم توفلی ها رو نمیشه توفلی خیلی برم بشینه از این گوشه تا وای گوشه شهر و ولایت و میشناسند خیلی مردم با ما کمتر دشواریاش به یاردم میکنیم سبب میشیم اسم شریفشو رخشانه بای شانه گفتی شانه رخشانه بسیار خیلی رخشان جان گو مایلش میشم رخشان جان خیلی کدام مسئله که چی خدمت کنیم همین دانشگاه تیبی ده تحصیل میکنم آزی ما چای نوشم یک از گپ زنت نوشته نمیتونم باز یک دقیقه اوزار ما همین خیلی نوشم گیدن خب ما دانشگاه تیبی ده تحصیل میکنم اینا هم کورسامن من به معلوم شد همین خیلی من همینجا سوزن دوره دیده استادیا موزی اینا هر دوشان من ده عاشق شدیم بهترین کار ده هر دوشان عاشق شده گیم؟ هر دوش عاشق شده آخرین دختر زیبا با آخر چخیل عاشق نمیشه من خیلی کمتر چی دارم خیلی زیغ نمیشه آدمی بسیار آمده میرد آوره خب ما ماه دیگه توی دارم همین میفهمدن وقتی کدامشان آمد میکنن کدامش مرا میگیرن یعنی که شما فهمیدنی که با کدام از اینها شما هم خانه میشوید بله بسیار مردم همین مسئله قطعی آمدگی بسیار یک تیش آمد بید راستی گفت من گفتم فلانی شما وقتی هم خانه میشد همین خیلی هم شد حاضر انا خانو در کرده گشتیم اینش روسیه و اینش تاجیکستان و به نهایت نقص خب مالش حاضر میبینیم خواهرم جون میدویسم
کاری سعدی آمد میکند. وا سعدی مرا میگیرن؟ نه شما یه دل شاد میگیرد. سعدی جان زندگیت به موفقیت بچه.